سلام خوبین؟ خوشین؟ امیدوارم همگی خوب باشین. بریم ادامه داستان من. بحث شیرین زایمان. اول بیام خاطرات خودم رو بگم و اون چیزی که اینجا روال هست و طبق پروتکل های پزشکی اینجا پیش میره. من در طول دوران بارداری آنچه که با پزشکم صحبت کردیم و با هم به توافق رسیدیم، قرار بر این شد که زایمان طبیعی داشته باشم. خودم هم قبول کردم و گفتم اوکی، من میتونم. دوبارم که سابقه سخت دارم، درد رو تحمل کردم دیگه، اوکی من میتونم. پس قرار شد که زایمان طبیعی باشه. تاریخ زایمان یا همون دو دیت رو دکتر به من داد 2 دسامبر. بعد معمولا وقتی که دکتر ویزیتت میکنه دیگه مشخص میشه پزشکت کی هست، میری همون بیمارستان، تاریخ دو دیت رو به قسمت اون پذیرش میدی و اون روز زایمان رو برات رزرو میکنن. اسمت میره تو قسمت بخش زایمان. وقتی که اسم میری اونجا و رجیستر میکنی، یه کتاب هم بهت میدن، کتابی که از مرحله به مرحله دوران بارداری اگر سوالی داشتی تمامی سوالات تو اونجا میتونی بخونی و جواب بگیری. حتی الان که من الا دنیا اومده هنوز اون کتاب رو میخونم. 2 دسامبر به من تاریخ زایمان دادن. توی این فاصله وقتی که با دوستام صحبت میکردم، خیلی ها به من میگفتن که نه این کارو نکن، حتما سزارین کن، اذیت میشی، خیلی ها تجربه بدی دارن و باز من همچنان گفتم نه دیگه، من با نظر دکترم میرم جلو و زایمان طبیعی. 25 نوامبر بود آخرین چکاپم که با دکتر کردم. دیگه به من گفتش که باید منتظر بشی تا از بیمارستان با تماس بگیرن و مثلا بری پذیرش بشی برای زایمان. فکر کنم امروز آخرین ویزیت ما با دکتر پونت باشه. البته که هفته دیگه هم وقت دارم ولی احتمالا تا موقع نینی اومده. نه احتمالا روز 25 نوامبر عصر به من از بیمارستان تماس گرفتن که باید بیای برای نان استرس تست و منو میگی اصلا یه دفعه خیلی استرس هم گرفت، نمیدونستم نان استرس تست باید بدم. بعد گفتم برای چیه، برام توضیح داد و گفتم که من یعنی میام دیگه موندگار میشم، میرم برای دلیوری. گفتن آره وسایلت همراه باشه، بستگی به شرایطت داره، یا موندگار میشی و میری برای زایمان یا اینکه حالا برمیگردی. امروز 25 نوامبر، ساعت الان 6:07. از بیمارستان زنگ زدن گفتن که باید بیای نان استرس تست. بعد این تست رو میگیرن. یه وقتی دی همین امشب نینی دنیا اومد، یه وقت هم نه دیگه اومدیم خونه. دیگه به من گفت تا قبل از 12 شب باید اینجا باشی. بهش گفتم نمیشه فردا بیام. گفت اگر نیای معلوم نیست دیگه بخش زایمان کی بهت وقت بده، کی خالی باشه. همینقدر شیک. دیگه من سریع تون حاضر شدم و رفتم بیمارستان. تست رو انجام دادیم و بعد یه چکاپ کامل کرد و نرس اومد گفتش که دهانه رحم اصلا باز نیست، ولی بهتره که بمونی، از حالا تحت کنترل باشی، بریم برای ایندیوس کردن، داروهای فشار زدن، فشار رو القا کنن که درد زایمان طبیعی بگیره و زایمان کنیم. الان ما منتظریم برای اینداکشن بریم. نینی روز 26 شروع کردن به تزریق، 26 نوامبر تزریق داروها. من آستانه دردم خیلی بالاست، یعنی باید درد خیلی 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 زیاد باشه که بگم او دردم مثلا درد دارم. هی میومدن برام گفتن درد احساس میکنی. من هیچ گونه دردی نداشتم، کانترکشنی نداشتم. بعد مثلا نرس میومد میگفتش که تو الان مثلا 10 دقیقه پیش 3 تا کانترکشن داشتی، دردت نگرفت؟ گفتم نه. یه ذره براشون عجیب بود. روز اول اینجوری گذشت.
روز دوم دوز داروها رو بردن بالاتر، ولی من همچنان درد خیلی شاید مختصر هر از چندگاهی احساس میکردم. بعد میگفتن که یه اتفاقاتی داره میفته، رحم داره مقداری باز میشه، ولی از اونجا که بچه کامل چرخیده بود و پوزیشنش خوب بود، روز 27 آره عصری اومدن گفتن که یه شب بود دقیقا یادم نیست، گفتن که باید کیسه آبو پاره کنیم. وقتی که کیسه آبو پاره بکنیم با فشار احتمال داره که بچه بیاد پایین تر و بعد دوباره دوز دارو رو میبریم بالاتر و زایمان انجام بشه. ساعت 1 شب 27 نوامبر. در چه حالی؟ هستی؟ تو در چه حالی؟ نمیدونم. نینی هم که دنس داره داره میجوله. نصف شب نینی بگی بخواب. ببینیم کی میاد بیرون. کیسه آب پاره کردن، نگم بهتون که چه دردی من کشیدم. یعنی مردم و زنده شدم. مرگ و جلوی چشام دیدم. افتضاح از درد. کیسه آب پاره کردن تا فردا همون عصری هیچ اتفاقی نیفتاد و اومدن اپیدورال کردن. دوز داروها رو خیلی بردن بالا تا روز 29. حالا فکر کنید یک روز کامل بچه بدون کیسه آب تو شکم من. اپیدورال هم که زدن و دوز داروها رو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاد. خیلی بد بود دیگه. اپیدورال که میزدن پاهات حرکت نمیکنه، خیلی بد بود. روز 28 نوامبر ساعت 5 صبح بعد از 29 ساعت داریم میریم بخش برزینگ سنتر. قرصای سایپوتک جواب جواب نداد. حالا قراره یا تامپون بذارم یا بلون. بیبی نمیخواد بیاد، جا خوش کرده. 29 تا الان 4 روزه که من بیمارستانم. روز 29 یک دفعه دیدم که اومدن و گفتن که رحم باز نشده و هر بارم بگم که معاینه میکردن چقدر دردناک بود. گفتن رحم باز نشده. یک دفعه دیدم چند نفر پزشک و نرس اومدن بالا سر من. حالا کلنم از بیرون نرس نشسته بود رو مانیتور، ضربان قلب بچه و اینا چک میشد. سریع باید بری برای سزارین. منو میگی چی؟ کی؟ کجا؟ این چند روز درد کشیده بودم. از همه بدترشم اونی که کیسه آبو پاره کردن، بعدش هم که اپیدورال کلن روح و روانم رو ریخته بود به هم. اصلا حالم بد بود. تو این فاصله هم تو این 4 روز من از روز دوم گفتم که اگر فکر میکنین رحم باز نمیشه بریم برای زایمان سزارین سی سکشن. نه نمیشه، چون که تو طبیعی هستی باید همین روند رو ادامه بدین. اصلا اینا تک بعدی هن، یعنی خارج از اون پروتکل دیگه نمیتونن تصمیم گیری بکنن. سریع اومدن و من آماده کردن برای اتاق عمل. من گریه میکردم و الان فکرش میکنم اصلا شاید یه چیزایی یادم نمیاد. فقط اون حال بعد به حامد میگفتم که حامد من اگر مردم فقط مواظب بچه باش. نمیدونم انقدر که همه چی تو اون شرایط قاطی شده بود. 29 نوامبر ساعت 2:05 اپیدورال زدم. پوزیشن بیبی -2. پرستاره میگفت این بیبی بسی استرانگه که نمیاد پایین. به عبارتی به زبون خودمون چیه؟ سرتقه. بچه سرتق میدونی یعنی چی؟ سرتق نمیاد. همین دیگه.
منتظری که چی؟ خانم تشریف بیارن. لور بچه خیلی مقاومت زیاد، جاش خوبه، گرمه، میگه اینجا سرده، من نمیخوام بیام، جای گرم و نرم اینجوری. دلیلش چیه که نمیاد؟ دلیلش من نمیدونم، از خودش باید بعداً بپرسی. احساسم عجیب غریبیه، چه میدونم، آدم یه نفر جدید میاد بخوای نخوای بیخریشته دیگه، خلاصه بیخریشته. حالا این ویدیو رو برای چی نه چیز میکنی؟ بعدا میخوای بهش نشون بدی؟ بعدا بیبی بزرگ شد ببینی چند روز پدرش بیبی میفهم مثلا چه زبونی ما صحبت میکنیم واقعا. آخه یعنی مثلا تازه زبان فارسی هم صحبت بکنه میدونه بیخریش چی میشه؟ یعنی بیخریشمونه. این رو هم بگم تو این پروسه بیمارستان که من میرفتم چکاپ میشدم، یکی از شماها یه روز اونجا بود و منو صدا زد. مژگان نازنینم اونجا کار میکرد، دانشجوی دکترا هست، اونجا کار میکرد و ایران قبلا ماما بوده. به من گفت هر وقت هر سوالی کاری داشتی من اینجا هستم، نگران نباش. من باهاش کانکت شدم و به منم گفته بود که هر وقت داری میری بیمارستان به من خبر بده. مژگان نازنین عین یک فرشته، یه دفعه نمیدونم از کجا اومد و وارد زندگی ما شد. روزی که من داشتم میرفتم بیمارستان به مژگان خبر دادم. تمام دوران و روزایی که بیمارستان بودم مژگان میومد به من سر میزد و اون فشار سنگین روحی روانی، ترس، استرس، اضطرابی که روی من حامل بود و خیلی تعدیل کرد. همون لحظه که من داشتن آماده میکردن که بریم برای اتاق زایمان، مژگان رسید. مژگان چی کار کنم تو رو خدا بگو. گفت نه ایسو که نگران نباش و همه همین کارو کردن، اونایی که مثلا دیگه به زایمان طبیعی نشد انجام بدن، هیچ نگرانی نداره، هیچ ترسی نداره و اینا. بعد پزشک اومد گفتش که خیلی خوب کی میاد تو اتاق عمل بخواد؟ حامد که اصلا از اون برای قیافه‌شو میدی رنگ به رو نداشت، حال اون از من بدتر. من یه نگاه به حامد میکردم، یه نگاه به مژگان میکردم. بعد دیگه تصمیم گرفتیم که مژگان بیاد. مژگان با من اومد توی اتاق عمل و موقعی که اومدن به من اپیدورال، من که از قبل اپیدورال داشتم، موقعی که من رو تخت اتاق عمل خوابوندن، من به پزشک گفتم که من یک پام کاملا حس دارم، یک پام بی حسه. گفت مگه میشه؟ گفتم آره. شروع کرد هی تست کردن، میدونم یخ میذاش رو پام، حس میکنی نمیکنی؟ من گفتم من حس دارم. بعد دارو گفت خیلی خوب اگر اینجوریه ما باید دوباره تو رو اپیدورال بکنیم، بی حسی نخایی. اپیدورال مجدد منو کردن، من دوباره حس داشتم. یخ میذاش روی پام، گفتم من روی شکمم، گفتم من حس دارم. وای منو میگی فریک زده بودم، گفتم تا زمانی که من حس دارم هیچ کاری نکنین و من میمیرم. گفت نه نگران نباش، ما دوز رو نمیدونم حالا یا باید صبر بکنیم، مطمئن نیستم یا دوز دارو رو تغییر دادن، ما باید مطمئن بشیم که تو کامل بی‌حس هستی. دوباره تست میکردم، گفتم من حس دارم. بعد یه چیز داغ گذاشتن روی شکمم، قبلش هی یخ میذاشتن و برگشت به من گفتش که چیزی احساس میکنی، سرما رو احساس میکنی؟ من حالا تو مزه گفتم که داغه که اینا همه به هم دیگه نگاه کردن. بعد یه چیز دیگه دوباره به من تزریق کردن دیگه. من گفتم که من الان احساس بی‌حسی دارم. اومدن شروع کنن، نه شروع نکنین، بذارین 10 دقیقه بگذره من ببینم واقعا من بی‌حس شدم. الان شاید اینقدر رو من فشاره، نمیتونم درست تصمیم بگیرم، نمیتونم درست حس بکنم. خلاصه بی‌حس شدم و بهشون گفتم و سی سکشن انجام شد. خیلی سریع بچه دنیا اومد و خب خدا رو شکر همه چی اوکی بود. بعد از زایمان من اوکی بودم، شاید بگم از همون شبش. البته که بماند جای بخیه درد داره، ولی من از همون شبش راه میرفتم. اتفاقی که برای من افتاد فرداش
پاهای من به قدری ورم کرده بود که همون از ورم زیاد و گنده شدن، همون حس اپیدورال رو داشتم، احساس میکردم پاهام داره از هم منفجر میشه. خیلی بد بود، خیلی پاهای من ورم کرده بود. من کل دوران بارداریم 8.5 کیلو اضافه وزن داشتم. نه کفشی تنگ شده بود برای من، نه چیزی. من فردای زایمان که تازه همه اون بادشون میخوابه، ورم میخوابه، به قدری ورم کرده بودم و یه دفعه اینجوری گرد و گنده شدم که کفشم تو پام نمیرفت، دم پایین تو پام نمیرفت. رو همین مسئله اینا منو نگه داشتن. معمولا وقتی که سزارین میکنی 1 تا 2 روز نگهت میدارن. یه روز نگه داشتن، شد روز دوم بعد از زایمان این ورمه هی بیشتر شد، از مچ پا شروع شد هی اومد تا زانو، بعد جورابای واریس خیلی سفت به من دادن. این ورمه رسید به رون پا. روز دوم هم منو نگه داشتن، روز سوم هم منو نگه داشتن که این ورمه قشنگ دیگه داشت میرسید به کمرم. خیلی حالم بد بود از وضعیتی که داشتم. حامدم استرس گرفته بود، منم استرس گرفته بودم. بعد حامد رفت خوند و حالا یک سری اطلاعاتم که حالا خودش داشت، دید که احتمال برای بعضی ها احتمال لخته خون وجود داره. نرس رو خواست و گفت، هم با نرس هم با پزشک صحبت کرد، گفتش که احتمال لخته خون داره، این داره هی ورم میکنه، خطرناک نیست. یک دفعه دیدم چند نفر بودو اومدن، احتمال لخته خون وجود داره. ما هم رفتیم صحبت کردیم، گفتن که بله احتمال داره. شروع کردن داروهای ضد لخته خون به من تزریق کردن. فکر کنید بعد از 3 روز اینا رو به من تزریق کردن، ولی من دیگه خیلی حالم بد بود. گریه میکردم، میگفتم چه بلایی سر من اومده، چرا من اینجوری شدم. این دارویی که به من تزریق کردن برای ضد لخته خون و آزمایش که دادم، به من گفتن نه احتمال لخته وجود نداره، ولی ما تو رو 1 روز 2 روز دیگه هم نگه می‌داریم که مطمئن بشین همه چی اوکی هستش. یه علتی هم که حالا باز بیشتر نگه داشتن بعد از زایمان به دلیل اون فشارهای زیادی که روی من بود، روی بچه هم بود و 1 روز هم که بچه بدون کیسه آب بود، خیلی روش فشار وارد شده بود. بچه شروع کرد به وزن کم کردن. تا یک حدی وزن کم کردن بچه اوکیه، تا 1%، ولی الا بیشتر از حد نرمال و عادی وزن کم کرد که یک ذره خطرناک شد. موقعی که الا به دنیا اومد 330 بود، به 2.5 رسید. به 2.5 رسید و زردی نداشت. این خیلی خوب بود. موقعی که هر روز میمدن وزن میکردن، دیدن وزن خیلی اومده پایین، گفتن باید بچه‌م بمونه، خودت هم بمون بیمارستان با توجه به شرایطی که خودت هم داری. زمانی هم که دیگه مرخصم کردن با CLST دم خونه هماهنگ کردن که حتما بیاد بچه رو چک بکنه که دیگه وزن کم نکنه و مطمئن باشیم که بچه داره وزن میگیره. فردا ساعت بعد از زایمان من تونستم به بچه اون اولین شیر رو بدم. خیلی اوکی بود، زیادم بود، ولی فرداش کلا شیر من قطع شد. هیچ شیری دیگه من نداشتم. بچه گریه میکرد، سیر نمیشد. بیمارستان شیر کمکی دادن. شیر کمکی نسله داد، میذارم براتون. شیرش من همون اولم میان میپرسن که میخوای خودت شیر بدی، میخوای شیر کمکی بدی یا میکس. من تصمیم گرفتم که میکس باشه. اگر یه زمانی مثلا که بچه با هر دوتا، به نظر من این تصمیمی بود که من گرفته بودم، اوکی تر بودم که هر دو روش رو با هم برم جلو. تو این فاصله هم خیلی ها هر کس بیاد یه نظری میده، وای این کارو نکنی، اگر به بچه شیر کمکی بدی محال دیگه شیر خودتو بگیره، محال دیگه فلان و اینا. بهتون بگم تو این شرایط همه دکتر و پزشک با تجربه میشن. همه، هر کس میاد یه نظری میده. حرف هیچ کس رو قبول نکنید.
بماند که روی روح و روان آدم رژه میرن. منم خیلی اعصابم خورد میشد، وای شیر کمکی دادی دیگه سینه نمیگیره، چرا این کارو کردی؟ من که این کارو کردم، برای بچه من این روش جواب داد، بچه من این کارو کرد. اوکی، هر کس روش خودش رو بچهش پیاده میکنه، هر کس آنچه که فکر میکنه برای بچه خودش بهترینه رو انجام میده. نسخه X و Y برای من مادر جوابگو نیست. من تصمیم گرفتم میکس شیر بدم. تا الانم خیلی راضیم از کاری که کردم. شیر کمکی که دادم رو براتون میذارم، از اون هم راضی هستم. شیر آماده است دیگه، نیاز نبود با آب قاطی کنم و خیلی راحت این شیر رو هم من تا 6 ماهگی به الا دادم. از بعد از 6 ماهگی به گفته دکترش شیر کمکی رو عوض کردم که از نسله سویچ کردم به آنفامیل. اونم اوکیه، الان دارم بهش میدم، راضی هستم. و این بود از داستان زایمان من. چیزی که میخوام بهتون بگم این که خیلی این ور اون ور میخونین میبینین که به هیچ وجه توی کانادا زایمان سزارین نمی کنن. پزشک رو اصرار داره زایمان طبیعی. بهتون بگم 100% نیست، تجربه هر کس متفاوته. پزشک به خاطر هزینه ها، یک علتش صرفا هزینه هاست دیگه، اصرارش یا نظرش بر زایمان طبیعی هستش. ولی اگر من مادر از زایمان طبیعی بترسم، فوبیا داشته باشم، استرس زایمان طبیعی رو داشته باشم و میتونم دکترم رو راضی بکنم که من زایمان سزارین داشته باشم. آنچه که برای من اتفاق افتاد، من خودم موافق زایمان طبیعی بودم که وسطاش گفتم قاطی کردم، ولی طول پروسه‌ای که من توی فرایند دلیوری بودم اصلا پزشک من در جریان نبود. اینجا پزشک تو رو از اول تا آخر چکاب میکنه، همراهت هست، ولی صرفا روز دلیوری، روز زایمان پزشک نیست. مخصوصا منی که قرار بود زایمان طبیعی داشته باشم. اگر من هم میومدم به دکترم میگفتم که من از زایمان طبیعی میترسم، اصلا نمیتونم تحملش کنم، فوبیا دارم و یک سری مسائل دیگه که میشه، ما خدای اگزاجره هستیم. اگر که من میگفتم مسلما پزشک من هم قبول میکرد. همونجوری که من رفتم بهش اصرار کردم که آزمایش آمینوسنتز کنم، پزشک قبول میکرد که سی سکشن بکنم. اگر کسی میترسه به نظر من سی سکشن گود پوینت. و اگر هم من احساس میکنم یه کاری که اینا برای من اشتباه کردن، بیمارستان که به من خیلی فشار وارد شد، وقتی که من رو پذیرش کردین بیمارستان، اونم یک هفته جلوتر از دو دیتم و میگی که رحم باز نیست، نباید منو میبردن بخش دلیوری. این الا گریه کرد، من رفتم. بریم ادامه صحبت. اینو داشتم میگفتم وقتی که میبینن که هنوز بدن آماده نیست، نباید من رو شاید به این زودی بستری میکردن و آماده دلیوری میکردن. شاید همون یک هفته دیگه صبر میکردن، به دو دیت خودم میرسیدم یا خودم دردم میگرفت یا اون زمان این دیوس رو شروع میکردن، بدن آماده تر بود و من اینجوری یک هفته 3-4 روز درد نمیکشیدم و اذیت نمیشدم. خیلی سخت و خیلی بد بود. ولی اگر از من بپرسی که برگردم باز هم میرم با همین دکتر، آره من از دکترم راضی بودم. خیلی خوب بود پزشکم، مثل اون پزشکای سفت و سخت من بود که حرف خودشه. خیلی اعصاب و روح و روان مریض براش مهم بود. ولی آن توقعی که ما از پزشک داریم، اون چیزی که ایران دیدیم، اینجا نه. اینجا همه روششون یکیه، یک پروتکل، یه استانداردی دارن، طبق همون میرن جلو. پزشک کار خاصی واوی برات نمیکنه. من دکترمو که به شما گفتم، یه خانم دکتری هم بود، اونایی که پزشک
حتما میخوان با خانم برن جلو. من 1-2 بار جواب آزمایشامو ایشون چک کرد. خانم دکتر نمیدونم امیرا مزیدی همچین چیزی، فکر میکنم، مطمئن نیستم، فکر میکنم اون هم پزشک زنان و زایمان بود، چون چند بار جواب آزمایش‌های من و اون با من صحبت کرد توی این فاصله. اون هم بسیار با حوصله و خوش برخورد بود، ولی من در حد اینکه جواب آزمایشامو برای من تفسیر کرد و با هم صحبت کرد، وایب خوبی ازش گرفتم. چالش ها با زایمان تموم نشد، بلکه بیشتر شد. تو ادامه ویدیوهای بعدی براتون میگم که باید یک زره آهنی پوشید و چجوری روز رو به شب و شب و روز به روز رسوند. همین، تا بعد.